همه زندگیتو گذاشتی برای یه آدم، اشتباه کردی. تمام آرزوهاتو فدای یک آدم و یک رابطه کردی، اشتباه کردی. اشتباه تو مهربونی زیادت نبود، اشتباه تو اعتماد کردن زیادت نبود. اشتباه تو اون جایی بود که کنار اون همه مهربونی، کنار اون همه خودفراموشی از خودت نپرسیدی که چرا دارم این همه کار برای این آدم میکنم که چی بشه، که چی بهم بده؟ قدرت، احترام، احساس ارزشمندی، امنیت. آره، تو دنبال همه اینا بودی. انگار ظرفای خالی تو چیده بودی جلوی این آدم و خیلی غیر مستقیم داشتی میگفتی ببین من به خاطر تو، به خاطر اینکه تو این ظرفای منو پر کنی، قید همه دنیا رو میزنم، قید خودمم میزنم، اما میشه تو باشی و به من امنیت بدی؟ و اون آدم دقیقاً همون آدمی شد که بیشترین آسیب زندگی رو به تو زد تا تو یاد بگیری که آدم‌ها نمیتونن درمانگر زخم‌های روان تو باشن.